اسپانسر این برنامه سمساری قاسمی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام از خدمت شما بینندگان عزیز خوب برنامه حال و احوال. ان شاء الله حال احوال دلتون خش باشه و در کنار خانواده محترمتون هونیزی و به برنامه ما نگاه بکنیم. برنامه ای که الان حال احوال به حساب به خاطر هوا گرمی هوا اون اینجا که یک دکور جدید اون واسه و دست در نکن که هنرمندان ما خودجو شدن این دکور صحنه حال احوال بعدی ممکنه حالان شواسته و ایشون سرکار خانم گنجی از تشکر کنیم، تشکر ویژه کنیم البته به خاطری که باز هم که شواست هدیه داده به خود برنامه. خب و امشب یک مهمون خیلی خوبی ما هسته که قرار ما 5 تا برنامه اسپانسر بوده و خوش درخواست کار داده که به عنوان حال احوال در خدمت جناب آقای آشخالد قاسمی. آشخالد قاسمی خیلی خشوندی اولا به برنامه حال احوال و تشکر کنیم از اینکه دوباره این برنامه به جنب جوشت کردی و به همشهریمون. دست شما در نکن. ضمن عرض تشکر از خود شما و تمام دستاندرکاران و سلام علیک تمام خدمت تمام بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز هر جای شهر خودمون یا هر جایی که داخل دنیا هستن که ندیدن این برنامه ما سلام و عرض ادب کنیم. انشالله که همیشه موفق باشی و همچون برنامه اونی تو بشه که واقعا حال احوال همه دل همه شهروندان خوش بشه. خیلی ممنونم. خواهش کنم. سلامت باشی. سلام و تندرست باشی. سلامت من واسه بگم که میخوام یه مقدار در حال احوال یه مقدار بر بگردیم به گذشته های حال احوال کسانی که خب به نخل ریزیف رفتیم، نه عروسیمون رفتیم، مولود رفتیم. یک مقدار حال احوال اون موقعون خب چطور هسته که رفت. مثلا یک کسی یادم هسته که وقتی برش ما نخل خیلی ریزیفون خدا رحمت بکن خوش هم میکروفون دسته با چه صدای قشنگ که با همخوانی هست با خدا بیامرزد حاج محمد علی کوشکی و یک ریزیف راه شروع کردی با صدای بلند و خیلی ها هستن. حالا یه چیزی یادم نارد خیلی حالا شما یکی دیگه بود تو یکی دیگه بگم کرد. بله یه شور شوق خاصیش هست چون از آدمان قدیمی هستن از قدیم مثلا داخل برنامه ریزیف و این چیزا بودن شور شوق خاصی هستن به ریزیف شده. حالا ما جنبه تعریف از مثلا بابا نه با ما هست محلی پشکی هست یه معدمت که شون ابوشون رو بهش بله خلو هست. ایشون جزء آدمان چی هست دورزن هستن یا نعم خون هستن چیزون هستن آدمان مثل محلی پشکی. ایشون یادم نارد عبدالله شجاعی وقتی که دار شیزه و دول یعنی با چی اصلا او حالت خاص یک شور و یک شوری نخیه به وجود چهان که اصلا با یک احساس دار و اما من فکر نکنم کمتر کلاسیک نه هسته که وقتی چیز اصلا این دولی به اونجا چیزی یاده به دور زمان خوش و یه چیز پیشرفته ای هست به دور زمان خود. یعنی هر کسی نشتونه مثلا همین دولی که تو اگه مثلا محکم شده کستر همتا نشونه یعنی مثلا معدمت که خلومونه گفت یه کسر زن هست یا محمد شجاعی کسر زن هست خدا رحمتش کنه. ایشون همه کسر زن هستن اون رو گیسیر هست ایشون همه چیزا بودن که کسر زن بودن. کسر زن دیگه چی خاص خوشش هست یعنی مهارت خاص خوشش هست هر کسی دست نشده اینطوری. حالا هستن چون جاگزینشون بودن منتها اونشون به دور زمان خودشون نگفتم حال احوال او زمان بله تازه بکنیم. درسته. و اگر نگاهت کرده قبلا پیک‌ها و عروسیمون اگر وقتی چه بود یا مثلا مولود چه بود خیلی مردم شنوان یعنی علاقه و شوق یعنی بیشتر هست. حالا من به خاطر این هست که همه با همدیگه مثلا دریا و نخل لنج اونجا بودن یا جاهون دیگه مثلا آفریقا یا جا همه با هم بودن. وقتی اینجا شدن با هم جمع شده بود
یک جا به وقتی دیدی کلی آدم یک جا دقیقه عروسی. بله خود رضیف و عروسی اون که پهلو خمون بوده، یعنی نه که بخواد به عنوان تعریف بشه چیزون خاصی بوده که نسبت به جوان دیگه بالاتر، حتی از همون جزیرتی که مثلا قدیم بوده مالخوم، یعنی سبک یه طوری بوده که اصولا هم پیشرفته تر بوده، یعنی به نام بوده همیشه مالکونگ به نام بوده، هم نفرانش و شور و شوق خیلی بوده، علاقه زیاد کشو بوده مثلا به همش علاقه بوده. در کنار علاقه خوش بم شگو مثلا چه کار چه تفریح هر چیزی علاقه خاص، یعنی چه، یعنی عاشق او کاربار بشی. ها عاشقی خیلی تاثیرش هسته. وقتی تو دلت واسه به یک چیزی و حتی دل مثلا یک کاری توی انجام هاده به نحو احسن انجام بده، یک چیزی که نصر دست بشه. بریم حسین مبارک یک اصلا کسی که اصلا فکر نکنم یک ایده به بومیسی دیگه، بومیسی تقریبا بومیسی کار خوش هست و یک اصلا چی به اصلا عده کاملش عده یک عده کامل دولمون همه چیز اشارت خودش هست، نفر اول از تیتیوری هست، همه چی آماده شه که امروز بریتون دول مثلا به فلان جاتونه ببرید سری و سر بعد از نماز پسین، یعنی فلفور سر ساعت مثلا پسینون هست دیگه، نه حالا یک خودی مثلا کفته بشه حساس هست وقتی شروع نه یه خورده اگه یک ذره تو واسه اشتباه بکنید ها جلو شگفت خیلی چیز خوب هست. حالا شاید جوانان امروزی مثلا یک خود تارو بکنن مثلا به یک توی غیر دیگه نتونن بگن، یا آدم گپونی هستن که مثلا برای خوندن مثلا چیز دیگه، ولی خب اوشون خوش آدم گپ هستن و فن ریزیف شونه فهمی. اگه یک جای خورده پا خود اشتباهه که دست خود اشتباهه که همین خیزرون دست خود گرفتن یا یه چیزی اشتباه تخون به جواب دادن حساس هستن، خیلی حساس هست. و شما مثلا چون جنبه مولی نه هست در اون زمان که مثلا بگیم به خاطر پول رفتن، نه گفتم به خاطر عشق به این کارش هست. می فکر نکنم خیلی خب همه چی بوده. خدا رحمت حاجی محمد علی هندی بکن دیگه. بله. اصلا یک زن خیلی خوب بود که اصلا صوت زده کسی نبوده بعد دور زمان خودش برای دست خوش نبوده کسی. بله. دور زن بودن ایشون. زن بودن. کسر زن بودن بخوام مثلا حاجی محمد کوشکی بوده دیگه درستن؟ بله. و دیگه محمد علی خدا رحمت بکن. همه ایشون همه داخل همش واقعا داخل ریزی گروهی مال اون موقع تقریبا اگر بگم که ماکن خیلی چیزا بوده، یعنی اگر که هم ریزیف بوده هم سمرم بوده هم به حساب از چند تا بوده نه همه زمینه اونی. خب این داخل زمینه مثلا آهنگ و موسیقی و اینطوری که مثلا خاص سال مثلا به چی بوده، به عروسی بوده اینطوری، این داخل فعالیتش رو همین آدم گپونی که ما میگیم فعالیتش رو در همه زمینه‌مون بود. بله. مثلا همین محبل شجاعی که ایشون ها داخل اون که هستن مثلا رضیف شکر مولودم شده شوهان مثلا با گروه غیر مثلا رفتن دنبال زمانی که دنبال حاجی محمد بلوکی بودن. بله. دیگه بعد اون که حالا موجگوری هست. بله. ایشون همه یعنی علاقه شو بود. حالا همین گپ محبل شجاعی مونده. محبل خدا رحمت بکن به گشت رفتن به دور از شهر تیتیوری هست خوش. ها خیلی خوش تیتیوری هست. مونه بعض ماهی گباب به برشتن شباز بر پسکونی موتور خوش گو یلا جمعه دیگه داخل شهر نه، جمعه دیگه باید بره تفریح. بودم چند مرتبه. همیشه دیگه کسی نه هست که بگه الا بالله یا باید کباب بشه یا مثلا یا باید برنج گوگولی بشه اینطوری بشه، نه ما اینو پشت شش پسکونی موتور خوش بس و یلا خدا رحمت بکن. خاطری از این مواسه اگر تو هست فکر کنم که برنج و مجبوس مگرس بارون شهان نموندن سالو کاب بخریم لکه پشت نشتیم با تا سفره همونها احرق بارون گسینی پر ها بلکه شو بخرم مشکل نیست بذار یه گوشه هست یادم هست همون روز دست که هوندیم خب گشت او را هوندیم بودی که مثلا هوای خود تنگین نکنه اینطوری داخل بین راه داخل پشت نشتیم چون که گروهش هم اگه یادت هست به اسم آتش هست. آتش. بله. به کارون یعنی آتش هست پیش قدم هست. یک آتش موزه همونجا بغل خودمون که مثلا اون چاش بخریم اگه یادت باشه در این پستخانه ما بر آتش بری که وقتی نگاه میکنی که این موسر رو هم است به خاطر همه تفریح همه گشت. بله. خب ما خیلی ممنون متشکرم از این حال احوال گذشته گفت. حالا رسیدیم که با خالد صحبت کنیم و خیلی ممنون متشکرم از بچه‌هایی که امروز
از جناب آقای وطنخواه چوکن دیگر که الان واقعا هنوز دنبالش رو ولش کرده کار ریزیف و بچه‌ها جمع به دنبال هم دیگه. حالا خیلی به گروه چوکونه که کم سال هستن و به نحو احسن عروسی برگزار نکنن. همچنین مولود چند گروه ما هست. این کار این که خود حاج محمود وطنخواه نکردن این کارو، خب تشویق خیلی اثرش هست. تشویقی که کن به چوکون که اتاره داخل گروه ناگهان که شما مثلا چه بکنید ذوقشو بزن اتاره نشون تا کم کم راه بکن یاد بگیره. حالا دیگه تا گیریم همین ورزشکارون دیگه. اگر یک فوتبالیست شد برید مثلا فرض بگو یک تیم میشسته او کاپیتان چقدر زحمت کشید تا اینو جمع کن دنبال شهر تشویق چا فلان نکن. ولی الحمدلله پیما کنگ ما هنوز همون اصالت خو حفظ کرده. نه همه کارونی حالا مولودن نمیدونم ریزیفن دوبالن دو جرقه سوارین حالا هر چیزی شناهن حتی اکثر چیزا خودجوشن مردم خودشون نزدیکتون شد. خب برسیم به موضوع برنامه خما. بله. خالد الان سمساری قاسمی و برادران. بله در خدمت. شما چی اصلا علاقه پیدا که به سمساری؟ دو سه دلیلش هست. خب چیزی که حالا داخل ذهنم هست، یکیش هست که مثلا می‌بینی که داخل سطح شهر همچون کاری نیسته و ما چون رفت آمد ما با شهرستان و مثلا شیراز تهرانشون زیاد هست موندی که اونجا مثلا سمساری چه حکمی هست. ولی اینجا مردم مثلا طرف مثلا یه چیزی بلا استفاده در خونه کرده مجبورن که برد به ضایعات یاده. وقتی به ضایعات یاده یعنی زیر قیمت خیلی چه کنن مثلا زیر قیمت اپل بزنن. نه ای که مثلا بگم که نه همه کار مثلا به خاطر اون مردم انجام ندارم، نه جنبه سود و خم داخل دارم در جنبه مالیش هسته ولی جنبه خدماتی به خدمت به شهران خم هم بشه. در همین راهی که الان قبل بگم بابا چیزی پیشنهاد کرد. بله بابا اصلا پیشتر خدا رحمتش کنه که زنده است وضعیتش همین بوده که کاری که اکنیتون چون به این پیشنهاد همینطور موقعی که از کم کم بازنشست شد و پیشنهاد کار در سطح شهر به ایشون دادن. گفت خیلی مردم بودن مثلا سفر رفته بودن حالا دکون می‌خواد تو دکون بده. شون گفت نه چگونه نه من عشق من دریا به خاطر چه همون لحظه که خوشم برلنگ بوده فکر یه که آقا دنبال یک تا لنگ مثلا اوسا خود تعداد زیاد دارن مثلا حالا دنبال یک تا لنگ مثلا 20 تا نفر آدم نون نخردن. خب درسته که زحمت خونه کشیدن چون زحمت خونه کشیدن دستمزد خوشو نگرفتن. خب 20 نفر دنبال یه 15 نفر 14 نفر 13 نفر حالا 20 نفر از دوره ما یادم از اول کار که ما رفت دوربر 14 15 نفر آدم بودن. خب این 14 15 نفر چند نفر خانواده دنبالش؟ هر کسی 5 نفر 6 نفر حداقل 4 نفر که خوش به خانواده خود 4 نفر شغل نون نخردن. من برم یک تا دکون بدارم خودم میندم سر دکون خود یک تا کارگر بخوام بگیرم. و همین لنگ شغل رزق روزی من داخل همین لنگ همیشه علاقش هست. اگر کاری کنین چون من خودم داخل دنبال لنگ میرم وقتی زمانی که متوجه بودم که یه خورده دیگه ناراحتی قلبی مثلا نمیتونم همراهی بکنم مثلا برم داخل جهاز و مثلا نتونم کاری انجام بدم داخل فصل گرمه داخل جایی که بار سنگین اینطوری نتونم انجام بدم دیگه داخل نظرم که یک کاری که داخل چی بشه سطح شهر باشه همون دیگه هم فهمون شد. وقتی کاری یک خود پیدا کنی یک کاری پیدا بکنی که یک خدمتی به مردم هم بشه یا 4 نفر دور برت هم نون بخره. حالا ما اینطوری ممکنه ما که این کار بشه هم مال و منالشو حروم نبود. یعنی حالا خرید و فروش مثلا شما به چه صورت انجام بده یعنی اره نگاه کنی یا مثلا بله جنس ما خیلی جنسون که ما طوری مثلا برای فروش خون مثلا تهران تونیم همونجا تونیم و در سطح شهر دیگه طرف مجبور نه که مال خود یا تو شده یا مثلا برات حراج بکنم آقا به زیر قیمت عادت اره مزه تحویل گیره اگه که آقا این قیمته بعضی موقع هست یا چیزون یا جنسونی که طرف خوشم نفهمه. بالفرض مثلا اگه این میز 200,000 تومانه میگم نه یعنی ارزش این میز 200,000 تومان بیشتره. یعنی خدا خود باید در نظر بگیری و ایمان خود قوی بکنی که ایمان داخل رزق روزی تو داخل حجم پول نه برکتی که خداوند خیر بکرده. وقتی تو راست و خدایی خود ما خودگو همه چی خداوند برکتش دست خداوند. ما در تهران رفتیم طرف نشته ما اونجا هم چه مگفتیم درس مگفتیم طرف نشته سر کوچه یا پیرمرد نشته سر کوچه
چرا فروختن؟ 4 تا کتاب انعال تیوار. حالا تو خودتونی فکر بکن. کتاب اولا که الان دخیل دور زمانی که کتاب خونه اخونه خود دور شما سر و کوچه نشته کتاب تیوار خود پهنه کرده. این مورد بگم که این آدم باید ایمانت بشه. آدم باید رزق و روزی خدا طلب کن. درسته که سبب یک کارشه. نشته چند تا کتاب تیوار خود. حالا خود تو فکر بده چند نفر اصلا کتاب خون بشه. خب این کتاب خون اصلا پیدا بود چند نفر. کتاب که شویت اول بخری با پول بخری. بله. بین خریدش تا فروش چقدر سوده کن. در روز چند تا کتاب ای خره. خب پس چه ایمانش قوی که آقا من این سبب موید که یک کاری رزق روزی دست خداوند. وقتی خدا خب پیسه رو نده همیشه هم موفقی. همیشه خدا موفق. خب حالا برای مثلا خرید این اجناس حالا مثلا من فکر کنم که می یه تکه همونطور که خودت گفت که مثلا یه جایی قیمتش هم نافهم ما چطوری میتونیم کمک بکنیم به کسانی که مثلا طبقات ضعیفن از طوری کمک بکنیم خوشم نفهمه. نه وقتی که بالاخره در هر کاری که رفتی بعد از مدت‌ها یه تجربه هم کسب کنی. همه نه همون که مثلا جنبه مادیات داخل در نفع و سود درسته. در کنار نفع و سود تو تجربه هم باید کسب بکنی. عاشق نگو همون عاشق کار خود باید بشی. وقتی عاشق کار خود بودی تجربه به خود کسب بکنی. حالا ما مثلا طرف زنگ زدن پشت تلفن زنگ زدن اگه من فلان چی که خود نو بود پشت تلفن به چی بگم شما؟ من باید بیام بگم. ارم اونجا گینو طرف خوش روزین یعنی نفهمیدن نه به خاطر که چه نیست نفهمیدن مثلا به جنس شوید حادث خیلی زیر قیمت شوید حادث اگه مش نه خانواده او رو هم نفهمیدیم نشناختیم بالاخره کنگولینگی خود محیط کوچکن اما به همه شناسی بیشتر از شناسی ندیدین که خانواده ضعیفن و به اجبار ما رو نفروختن. نباید دیگه نباید دیگه ایمان خود پیسه رو خود اونیسی که هم منفعت و مادیات در نظر بگیری و فوری بگیری که حالا یه دیگه که حالا احضار کفته یه خونه نیطوری نه باید برعکس بشه. پس نمیتونم ایمانش که بود خدا من خوش پره کن. ما شنگم نه بالفرض مثلا این 300,000 تومان حالا باشه که او را مثلا به جایی که مثلا 200,000 تومان سود بکنه در یک جنس 300,000 تومان باشه 50,000 سود بکنه. او را به نفع یه اینطوری بود من تونست همون جنس بخرم مثلا بالفرض مثلا به 200 تومان به 150 تومان بخرم برای بخرم به 300 تومان هم کمک حالش بشه هم که ما نه توش نده. وقتی تو نرفتی جنس یه جنس خب برید مثلا تو شاید حالا به چه ضایعاتی ما ندیدیم. ضایعاتی ما خوب هم سر کلمون قبل که مثلا خب ما دهه 90 مثلا دکون مزده خب 1400 کال 400 خورده ما دهه 90 اول 90 مثلا مزده قبل اون ما خوب هم سر کارمون بوده که به ضایعاتی آدم از سر مال حالا تو برو خود تازه بخر نگاه کن چند قیمته نه هم در خرید هم در فروش انصاف باید رعایت بشه. انصاف باید رعایت بکنی. اگر تو به جایی برسی اگر تو برسی مال چیز رزق روزیت حلال بشه. خیلی نکته جالبی گفت. وصیتی که گفت دارم بینندگان عزیز ما سمساری جناب حاج خالد قاسمی نکنگن و افضل بوگی ازش سوال ما که فراینا وقتی خب معرب همونجا که خود که آدم وقتی یک جنسی شوید بخره تنها از اینجا نه از جاورده سوال کن بنده تو اینجا هم جنسانش ارزونه و همین که مراعات کن برای همشهریان و کسانی که دیگه ایتان. ما خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای حاج خالد. خواهش کنم. اولا که تو دوباره برنامه حال احوال زدت که اختیار است ما وظیفه‌مونه که بیایم هر برنامه‌ای که انجام بده و انشاءالله که موفق باشید در کارتون سلامت باشید و انشاءالله بتونیم این سمساری همین گفت که آدم همیشه نگاهش به جایی باشه به جایی دور باشه و همیشه ایمانه قوی باشه ایمان قوی که همیشه موفق باشه و خدا رحمت بکن همه رفتگان حالا ایشونی که هستن امشو یک مقدار یاد شما که یادی موقع و خب ما همه یک مقداری به حساب ایشون جلو نظر و مهان که رفتارهای نا هستن امیدواریم که سرمایه شهر خون بودن ایشون امیدواریم که جوانان هم همین راه ادامه کنن همون روزی و همون مولود و همه چیز فرای اینا و این برنامه حال احوال امشب ما هست
انشالله که امیدواریم که مورد پسندتون قرار بگیرد. از جناب آقای خالدم خیلی خیلی ممنون که تشریفتون آوردید خواهش کنم. و از کسی که دکور صحنه ما هست سرکار خانم گنجم ممنون و متشکریم و از اینکه هدیه داده به خود برنامه ازتون یک تشکر ویژه کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از کارگردان خوب برنامه ما جناب آقای فیصل چاوشی که همیشه در این کارا بدون چشم داشت و بدون اینکه هر لحظه خوش کارون و غیر همیشه هسته، ولی وقتی ما که برنامه مردمیه اگه شما هر لحظه به ما بگید یه تشریف بذارید ازشون هم ممنون و متشکرم. ان شاءالله که ایشون هم موفق و پیروز بشه. تا یک برنامه دیگه باتون خداحافظی کنیم. خدا یار و نگهدار شما. سلام.